پروانه‌های خیلی زیبا و جنس فوق‌العاده عالی ایده ساخت. انصافا واقعا پروانه خیلی عالی هستش. در مراکز ما این پروانه روی اصول خاصی بسته میشن. باید همه چی با هم مچ باشه دیگه تا یه چیز خوب تشکیل بشه. نمیشه یه چیز خوب پروانه رو خوب بکنی موتور خوب نباشه، موتور رو خوب کنی پروانه چیزی باشه که خیلی ضعیف باشه. دو تا مکمل خوب کنار هم دیگه فوق العاده میشه. این پروانه واقعا جنس محشری داره. انصافا رو دستش من ندیدم. یه دور بگیر، یه کولر بگیر ما ببینیم. موتورها بهینه شده به شیوه جدیدی که قبلا در سابقه قبلی فیلمشو دیدید. با مواد جدیدمون موتور رو ایزوله کردیم. بعد با این پروانه 1560 رلاش هم ببینید ما دست به هیچ چی نزدیم. این سه تا رلاش، این موتور هم ببینید رو کولر هم هست. 1600. حالا اگه دور تندم بره فیلمش هم بگیریم دیگه، ولی خب دور کند اصلی ترین رکن ما دور کنده. نمیشه دور کندت بالا باشه دور کندت بیاد پایین. مشخصه که دور تند خوبی هم خواهد داشت. باددهیش هم که حرف نداره، واقعا باد خوبی هم میده با این دور و با این قدرت موتور. اصلا ببینید سرباطی هم درست داره زده، ما دست به هیچ چی نزدیم، فقط موتور رو ایزوله کردیم به روش‌های جدیدتر، یعنی تقویت بیشتر و بیشتر. و سلام.